سلام دوستان، امروز اومده بودم با خانواده رستوران چلو در نورت ونکوور کانادا در خیابون مارین درایو یه صحنه عجیبی دیدم. آقای سید مجید حسینی مشاور آقای قالیباف و از کارکنان بیت رهبری رو ما دیدیم که ایشون الان اینجا تشریف دارن. بله داریم میبینیم، حالا میخوام ازشون فیلم بگیرم. ایشون اینجا هستن. کانادا شده مرکز جولان مسئولین جمهوری اسلامی. و آقای سید مجید حسینی عزیز، سلام، چطوری؟ چه خبر؟ پارسال دوست داشت، امسال آشنا. قربان شما. چند ساله اومدی شما اینجا؟ دیگه ما 20 سالی هست اینجا، 12 سال اینجاییم. 20 ساله؟ بله اینجا هستیم آقای حسینی. خیلی خوشحال شدیم. شما کجا؟ اینجا کجا؟ از مشاور آقای قالیباف الان تشریف آوردید اینجا، ماشاءالله. تلفن چیکار می‌کنی؟ فیلم دارم میگیره آقای حسینی. آقای حسینی به هر حال خیلی خوشحال شدیم. شما از جمهوری اسلامی هم خوب دفاع میکنید با آقای قالیباف. اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه؟ کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اینجا اومدم برای دیدن برادرم و خانواده‌ام. دیدن برادر و خانواده‌تون. اون وقت ما یه زمانی که اونجا بودیم ما رو آواره کردید و دیگه خودتون اونجا ماشاءالله. روحانی بودی نه؟ بله. چی شد روحانیتت؟ چی شد؟ همون جوری شد که شما دیگه همه ماشاءالله پول مولا رو برداشتین و تشریف آوردین دیگه. و از آقای قالیباف چه خبر؟ از دزدی‌هاشون چه خبر؟ والا من با ایشون نیستم. شما که یه زمانی من پیش شما بودم مشاور آقای قالیباف بودید، میشه شما نباشید؟ تو کف‌ها بودین، بیت رهبری تشریف می‌بردید میومدید. من سالها که جدا شدم و دیگه دانشگاه کار میکنم. نه دانشگاه کار نکنی آقای سید مجید عزیز. من که شما رو میشناسم، باهاتون کار کردم که آقای سید مجید حسینی عزیز. حالا دولت کانادا از چه کاتگوری به شما این ویزا رو داده؟ ببینم شما آقای سید مجید حسینی حملات حماس رو محکوم میکنید یا نه؟ آقای سید مجید حسینی راجع به قتل مهسا امینی پولهایی که بالا کشیدی کاری میکنی یا نه؟ آقای دکتر شرم بر شما، شرم بر دولت کانادا، شرم بر ترودا که به تو ویزا داد. خاک تو سر کانادا که به تو ویزا داد. تو یه تروریستی، از تروریست حمایت میکنی. برو از خواهرای آقای خامنه ای آویزین شو. برو آقای سید مجید حسینی. تو بیجا میکنی که اومدی اینجا، میدونی؟ شما دستتون به خون آلوده است. ما رو آواره کردید که خودتون اینجا بیاید پولای مملکت رو بگید در وست ونکوور خونه $1,000,000 بخرید. آقای سید مجید حسینی شرم بر شما. من حتما اینو پیگیری میکنم. شرم بر تو، ننگ بر تو باشه. خاک تو سر دولت کانادا.